سلام و درود خدمت شما بینندگان و عزیزان گرامی، خسته نباشین، وقت شما بخیر. من نبی بگذار هستم خدمت شما به یک ویدیو کوتاه قرار دارم. امیدوار هستم به هر گوشه و کنار دنیا که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان باشین. دوستان عزیز ببخشید دستای ما لوچ است. خواستم عید سعید فطر را از صمیم قلب به شما تبریک و تهنیت عرض بدارم. امیدوار هستم که به هر گوشه و کنار دنیا که هستین کامیاب و موفق و سربلند بوده باشین و از گزند روزگار در امان باشین. دوستان عزیز ناگفتن امانه و کشوری که ما زندگی میکنیم امروز عید نیست، انشالله فردا عید باشه. خب با کشور عزیزم افغانستان امروز عید است. خوشبختانه تمام عزیز هموطنانی که ما را از افغانستان تماشا میکند، از بقیه کشورهای جهان تماشا میکند، بازم میگم عید سعید فطر را از صمیم قلب شما تبریک و تهنیت عرض بدارم. بالاخره هر کی روزه گرفت یا نگرفت خوشبختانه گذشت. ما فعلا هم روزه هستیم و انشالله امسال غیرت کردیم و روزه را تا آخر کامل کردیم، گرفتیم. امروز هم هستیم، انشالله فردا اینجا عید است. توکل ما به خدا تا فردا انشالله امید بود دوباره برمیگردیم، کلیپی میگیریم، دوباره در اختیار شما عزیزان قرار میدیم. خب به هر صورتش عزیزان دل خواستم بیایم هم عید را تبریکی بدیم، همچنین فضای صاف و لذیذ را برای شما در اشتراک بگذارم و دومم که چیزهایی که به ذهنم است خدمت شما عزیزان دل در اشتراک بگذارم. روزای عید است، به هر گوشه و کنار دنیا که باشین، به هر سرزمینی که باشین، اروپا، آفریقا، به هر گفتم به هر سرزمینی اگر باشین، حتما در روزهای عید زنگ بزنین به عزیزانتان، بالخصوص پدر مادر زنگ بزنین، عید تبریکی بدین، حال هواشو بگیرین. چون ما به کشورهای همسایه و غریب و دوردست باشیم 80% عید کیفیت نداره، ولی بازم برای دلخوشی خودمان، برای دلخوشی عزیزانمان حتما زنگ بزنیم، حال هوای همدیگه رو داشته باشیم تا اونا هم بفهمه که ما در هر جایی که هستیم ما زنده هستیم، یعنی بهتر هستیم، خوب هستیم. چون پدر مادر در روزهای با فکر اولاد و بچه‌هاش حتما هستن که میگن چرا این نیست اون نیست، بالاخره ناراحت میشن. حتما شما زنگ بزنین، حال هواشو بگیرید، بپرسین، عید رو تبریک بدین، خانه عزیزان دوستانتان برین، بالاخره عید را تجلیل کنین. به هر گوشه و کنار دنیا که هستین موفق و کامیاب و